به زیر پرچم تو صف کشیده ایم، یعنی ما وعده میدهیم، ما هر روز سوگند یاد میکنیم، هر روز تعهد میکنیم که ای وطن، ای تاجیکستان، ای کشور، من به زیر پرچم تو صف کشیدم، فقط پرچم تو رو اعتراف میکنم، فقط به همین پرچم صادقم، پرچم دیگری رو اعتراف نمیکنم، به پرچم دیگری تابع نمیشم، به زیر پرچم دیگری نمیرم. و وقتی که هر روز این صدا میدهد، وقتی که هرگاه در خواندن سرود ملی این مصرع فرا میرسد، همون وقت همون ایمان وطنداری ما هر بار قوی میشد، هر بار گویا عهدنامه ما با وطن نو می شود. پرچم یک رمز خود دولت، خود کشور، خود وطن، خود سرزمین است. بنابراین هر وقتی که ما خواهیم سرزمینمان را، چهرهش را، هویتش را، بودنش را افاده کنیم، با واسطه پرچم را افاده میکنیم. وقتی که امریکایی ها به بالای سیاره یا به بالای ماه رفتند و در اونجا کشتی کیهانیشون فرود آمد، به بالای ماه قدم گذاشتند، خواستن این پیروزی تاریخی خودشون رو برای بشر اعلام کنند، برای تاریخ ثبت کنند، خواستن بگن که امریکایی ها به ماه آمدند، ماه را تسخیر کردند، اینجا قدم گذاشتند، در اونجا یک پرچم امریکا رو نصب کردند. یعنی که یک ایزی خود را، یک نشان خود را اگر خواستن ماندن، اونجا پرچم امریکا را ماندن. وقتی که پهلوانان ما، قهرمانان ما در مسابقه های بین الخلقی پیروز می شوند و به شرف پیروزی آنها سرود ملی سروده می شود و پرچم دولتی ما برداشته می شود، همون لحظه همه ما پیر و جوان احساس میکنیم که یک احساس گرمی در وجود ما پیدا شد، یک احساس افتخار در وجود ما پیدا شد. و خصوصا نسل کلانسال، اونهایی که روزهای مشکلی این کشور را دیدند، احساس بسیار عمیق دارن لحظه ای که پرچم این کشور در چنین صحنه های بین خلقی بلند می شود. و نمو احساسی که ما در همون لحظه داریم از بلند شدن پرچم ملی، احساس وطنداریمون جوش میزند و گاه اشک در چشممون حلقه میزند. همون لحظه است که ما دقیقاً احساس میکنیم که بین پرچم و بین وطن و بین دولت و پرچم چی عمومیتی هست. و همون لحظه گویا که تمام شکوه وطن ما، تمام بزرگی ملت ما در اون میدان، در او پرچم بلند می شود. این لحظه است که ما رو با سخن گفته نمیتونیم، ولی هر یکی ما رو حتما احساس کردیم که همین لحظه جوش احساس وطنداری ماست. گاه با نفسی تیز، گاه با اشک برون می آید و ما رو احساس میکنیم. شهیدانی که در راه وطن قربانی می شوند، تابوتشان با پرچم دولتی پیچانده می شود. چرا چنین میکنیم؟ به این معنا که این برای وطن هلاک شد، این برای وطن مرد، در آغوش وطن رفت و این رو چخیل افاده میکنیم؟ با پیچاندن در پرچم وطن. دوم اینکه پرچم همچون نشانه ناموس، سربلندی، نشانه افتخار و هستی و تابع نبودن. بنابراین در این تمامی تجربه های جهانی بینید هر کسی پیروز می شود پرچمش بالا، هر کسی شکست می خورد پرچمش فراورده می شود. و فراوردن پرچم یعنی شکست خوردن، تسلیم شدن، باختن. بلند افراختن پرچم یعنی پیروز شدن، مستقل بودن، سربلند بودن. شما بینید وقتی که سال 1945 ارتش شوروی در میدان سرخ همچو غالب پرد میگذرد، همون قسمهای حربی آلمانی هم که اسیر افتاده بودن از این پرد گذشتند، ولی ارتش شوروی پرچم‌ها را بلند کرده میگذرد، ولی اون قسمهای حربی نیمیس‌ها شکست خورده
پرچماشون در زمین خم کرده میگذارن. همین خیلی لحظه دیده، این یک فیلم مشهور است. یعنی اونا پرچم رو در زمین کشوله کرده میگذارن. چرا؟ چون که معناش است که شما ارتش شکست خورده هستید. پرچم پیروز بلند است، پرچم شکست خورده پایین است. پرچم یک معنای اعتقادی خاص هم دارد. زیرا از این که ما زیر کدام پرچم نشسته ایم، از این که ما با کدام پرچم صادقیم، جایگاه ما، موقع ما، دیدگاه هم سیاسی، هم ایدئولوژی، هم انسانی و ارزشی ما مشخص میشد. مثلا میگن شما زیر کدام پرچم هستی، معناش این که با کی هستی، با کدام کشور هستی، با کدام قوه هستی، با کدام دولت هستی. پرچم اعتقاد و موقع ما رو معین میکنه. در سرود ملی ما یک سطر زیبا است که به زیر پرچمی تو صف کشیده ایم. به زیر پرچمی تو صف کشیده ایم یعنی ما وعده میدهیم، ما هر روز سوگند یاد میکنیم، هر روز تعهد میکنیم که ای وطن، ای تاجیکستان، ای کشور، من به زیر پرچمی تو صف کشیدم، فقط پرچمی تو رو اعتراف میکنم، فقط به همین پرچم صادقم، پرچم دیگری رو اعتراف نمیکنم، به پرچم دیگری تابع نمیشم، به زیر پرچم دیگری نمیرم. و وقتی که هر روز این صدا میدهد، وقتی که هرگاه در خواندن سرود ملی این مصرع فرا میرسد، باید ما یک احساس داشته باشیم که گویا که ما با وطن صحبت میکنیم، با وطن گپ میزنیم، عهد میبندیم، میگیم که به زیر پرچمی تو صف کشیدم. و اگر هر بار در خواندن سرود ملی همین احساس از وجود ما گذرد، نه فقط هم که خوانیم، بلکه با احساس فریاد زنیم که به زیر پرچمی تو صف کشیده ایم، همون وقت همون ایمانی وطنداری ما هر بار قوی میشد. هر بار گویا عهدنامه ما با وطن نو میشود. بنابراین وقتی که ما را هر روز تکرار میکنیم، هرگز ما حسی وفاداری و صداقت ما با وطن کهنه نمیشود. هر بار با خواندن سرود ملی، هر بار با وعده این که به زیر پرچم تو صف کشیده ایم، ما وطنداری خود را احیا میکنیم، وطنداری خود را چی میکنیم؟ تقویت میدهیم. این یک حالتی این است که پرچم معنای اعتقادی دارد، معنای حسی و باوری دارد. و از این رو وقتی میبینیم که جوانان ما گاه لباس میپوشن که در روی پیشش نوشته است روسیه یا نوشته است USA، یا در پیشونیش نوشته است روسیه، در کپکش USA. ما میگیم که این پرچم است، پرچم این اعتقاد است. زیر کدام پرچم گشتن این موقع ما را نشان میدهد، موقع سیاسی، ملی، اعتقادی ما. پرچم باید به درون خانه ما، به بالای در ما، به تریزه ما، به درون ارزش های شخصی ما بیاید. روز پرچم هم میخواد و من امیدوارم که مثلا فردا بسیاری از شما به یگان سپارش رئیس و اداره، به یگان سپارش که ساعت 3 همه جمع شوه، خودمون دست فرزند رو گرفته به میدان پرچم رویم. روز پرچم میری میدان پرچم خالی است، اونجا 10,000 آدم میگنجد. کنی همون مردمی پرچمداری هوشیار که جایگاه پرچمش میشناسه، کودکش گرفته میاره، میگن همین روز پرچم ملی است، انا این پرچم بلندی ماست، انا را پیشوای ملت ساخته است در جهان از همه بلند، معناش این است، افتخار ما این است. و اگر همین گونه فرزند ما رو با این مفهوم پیوندیم و جشن پرچم رو هم به جشن شخصی، خانوادگی، ملی، فردی تبدیل کنیم، اون وقت ما یک صاحب پرچم، صاحب دولت و صاحب وطن حقیقی میشم. من آرزو دارم که همین روحیه
روحیه بلندی ملی و دولتی خود را به فرزندان خود، به نسل‌های بعدی انتقال دهیم.